تو بی تحمل نشوین. اونا جنجال برانگیز هستن. خدا کنه خواهرها خفه نشن یک صدای من میشنون. میفهمین چرا جنجال ایجاد میکنه؟ نه که جنجال خوشش میاد که آیا تو او رو از این جنجال خلاص میکنه، آیا میگش که من دوستت دارم خیر از کارو نکن. از این خاطر اون نهایت دوست داشتنش است که جنجال جور میکنه که باش چی میشه چی میکنه. اون میبینه که مرد جنجال خوش نداره، گپ دیگه هم خراب. این چیزا رو بخوانیم، مطالعه بکنیم. نمی تو گپ واسی کدام گپ دیگه نداره. او دشمن سر تو نیست. وقتی که تمام وجود خود را وقف تو کرده، خانواده را به خاطر تو رها کرده، او فقط دوست داشتن زن از یاد است که جنجال ایجاد میکنه. نهایت دوستت داره. تو باید بفهمی او چی با تو دشمنی کرده میتونه. اون موجود ضعیف دشمنی او با تو چی خواد بود، چی آسیب به تو خواد رساند. پس یکی از آدابی است که خوش اخلاقی با همسر. اگه میخواین در خوشبختیتون قدم بزنین، قلم بزنین، حرکت بکنین، این کار رو بکنین.